ازدواج کنی دوستش دارم تازه بری یه روز بخواستی باش عروسی کنی به من نشون میده. ای من گفتم قبول خودت میفهمی نمیگی که چرا یعنی خوشم اومده ازش میگیش. ای گفتم نه که ازش خوشم نیومده. بعد اگه من ازش خوشم اومد بعد تو خوشت نیومد من چیکار کنم؟ نمیتونی هیچ کاری بکنی. نگیرمش؟ نه. چرا؟ من باید جنبتون بدم از تو چی؟ من باید بگم مای دست توه؟ من میگیرمش. ببین به خدا به قسم آیه اگه تو بری سر خود در خود زن بگیری من به خدا اگه خوشم نیاد ازش به خدا به جون اصلا راست میگم یا تو غذاش سوزن میریزم یا با چاقو میکشمش. چرا میکشیش؟ خب من دوستش دارم اون وقت. چون که من اونو دوست ندارم آقا جان دوستش ندارم غلط کردم. اونو اگه گفت تو دوست نداره چی؟ به خدا به قسم آیه اگه گفت دوست ندارم من تو میکشونمت میارم. کجا؟ خونه به خدا. خب من میخوام پیشش بمونم. خب من به خدا نمیذارم پیشش بمونی یا اونو میذارم میکشم میشه تو بالش کنم یا تو رو. منو میکشی؟ نه تو رو. ها